سرخط خبرها. بازداشت دادرس تاجیک با گمان رشوه‌ستانی. احتمالی ساده شوی اجاره منزل در روسیه و جلب سرمایه‌گذاران برای ساختمان روغن. سلام، با برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. من شعلای عبدالله تا 10 دقیقه دیگر شما را در نویدی بامدادی همراهی میکنم. عزیز جان شریفزاده دادرس دادگاه شهر گلستان خیرخوامی سابق را با گمان رشوه‌ستانی دستگیر کردند. ماموران آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان خبر را به طور رسمی شرح نمی‌دهند. نزدیکان دادرس باشد از گفتن اصل واقعه خودداری کردند. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند دادرس شریفزاده روز 6 دکبر امسال در اتاق کاریش هنگام گرفتن $1000 بازداشت شده است. با اطلاع یک مصاحب ما که نخواست نامش ذکر کرده شود، عزیز جان شریفزاده را از ولایت سوخت به دوشنبه فرستادند. در حالی که مقامات تا این دم جزئیات بازداشت را شرح نمی‌دهند، منبع دیگری آگاه از قضیه گفت مسئله به تقسیم زمین ربط دارد. عزیز جان شریفزاده روز 7 فوریه سال 2020 با فرمان پرزیدنت امام علی رحمان دادرس شهر گلستان تعیین شده بود. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت در 10 سال گذشته در تاجیکستان بیش از 20 دادرس با گناه رشوه‌گیری بازداشت و زندانی شدند. سال 2022 دادرس دادگاه‌های ولایت سوخت با عین چنین اتهام از مقامشان برکنار شدند. معمولاً دادرس‌های متهم به رشوه‌گیری را با عیب صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار دادرس را پس می‌زند از مقام برکنار می‌کنند. دیروز در شهر دوشنبه برای جلب مبلغ‌گذاری به ساختمان انشاءات نیروگاه برقی آبی روغن همایشی برگزار گردید. در آن نمایندگان نزدیک 30 تشکیل و فاندهای بین المللی اشتراک نمودند. خبرگزاری دولتی خاور نوشت که در این همایش نخست وزیر خواهر رسولزاده اشتراک داشت. به اطلاع منبع در این همایش با تاکید به اهمیت بنیاد این انشاءات تاکید شده است که نیروی برقی که آینده در آن استحصال می‌گردد به غیر از تامین احتیاجات خودی بنا به سازشنامه‌های موجوده با دیگر کشورها توسط سیستم‌های انرژتیکی در همبستگی با سیستم یگانه انرژتیکی جمهوری تاجیکستان صادرات کرده می‌شود. حکومت تاجیکستان نیروگاه روغن را حیات و ممات کشور می‌خواند و تا امروز دو چرخه آن را فعال کرده است. ساختمان نیروگاه در دریای وخش هنوز زمان شوروی آغاز یافته بود، ولی با دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان‌یاب آسیای مرکزی، تاجیکستان نتوانست آن را پوره کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. با یک دستور پرزیدنت قزاقستان ساکنان این کشور امکان داشتند که بخش از امانتشان را از خزینه یگانه نفقه گرفته آن را برای خریدن منزل، طبابت و یا تحصیل مصرف کنند. اما یک تصمیم خزینه یگانه نفقه اجرای این عمل را دشوار می کند. سر از آغاز سال نو خزینه یگانه نفقه میزان ذخیره برای گرفتن امانت را برده اکثر امانتگزاران را از امکان استفاده پولشان محروم می کند. گزارش را در تهیه کیوم مرسیاتا همراه می بینیم. فعال جمعیتی در خان شریف در نزد بینای خزینه یگانه نفقه در شهر الماتا اعتراض انفرادی تشکیل کرده است. او میگوید حکومت میزان امانت گذشته را که به امانتگزار حق گرفتن قسم آن را برای تحصیل و طبابت یا خریدن منزل میدهد 2 برابر بالا برد. من سالها زیاد کار کرده انداز سپردم. تمام درآمدم رسمی است. حالا به سنی رسیدم که از امانتهایم قسمی را بگیرم. مقامات مرا از این امکان محروم میکنند. طلب دارم که حکومت قانون قبول کرده میزان امانت را پایین تر برد. مردم نمیتوانند برای خریدن منزل پول جمع کنند. مردم زیاد در شبکه‌های اجتماعی و سامانه الکترونی حکومت قزاقستان تقاضا دارند که اقدام خزینه یگانه نفقه قزاقستان بازبینی شود. غصب درآمد مردم دوام دارد. طور ساده گویم اولیگارخان نمیخوان انداز سپارند. از این رو مقامات بار انداز را به گردن مردم عادی بار میکنند و ظاهرا مردم آن را میپذیرند. این کارشناس قزاق می‌افزاید امسال نرخ نفت خام به بلندترین میزان در 8 سال گذشته رسید.
قیمت انواع فلزات که قزاقستان مثل نفت به خارج صادرات میکند به قدر کافی بالا رفته است. پس چرا خزینه یگانه نفقه قزاقستان دسترسی امانتگزارانش را به سرمایه‌شان محدود میکند؟ ما وابسته به تورم مستقیما حد پایین‌ترین درآمد اهالی را معین میکنیم. مقدار خردترین نفقه با نظر داشت حد اقل معاش و 2% بالاتر از میزان تورم است. از این رو حد اقل امانت امکان پذیر برای استفاده مشتریان بالا برده می شود. کارشناس قزاق این اقدام حکومت را به اعتنایی به نیازمندی های مردم می داند. منصبداران قزاق ضرور نمی شمارند که این قبیل مسئله ها را با مردم یا پارلمان بررسی کنند. این یک نشان دهنده بی سر و سامانی در حکومت است. روزنامه‌نگاران از این اقدام منصبداران قزاق که تشبث پرزیدنت کشور را درباره استفاده پول از ذخیره نفقه به اثر می‌کند تصادفاً آگاهی یافتند، ولی از واکنش حکومت و اطمینان مقامداران خزینه یگانه نفقه به نظر می‌رسد که بازگشت به حالت پیشتر امکان ندارد. آژانس اطلاعاتی مرکزی غیر منقول روسیه استفاده عباره اجاره منزل تنها به سلاویان ها را منع کرد. از این به بعد مسئله منصوبیت ملی را در مورد ضروری صاحب خانه و اجارهگیر می توانند تلفنی بررسی کنند. گفته می شود قاعده های نو علاقه اعتبار پیدا کردند. این در حالی است که آنها قبلا عباره تنها برای سلاویان ها را استفاده می کردند. بنا به اطلاع غیر رسمی فعلا در روسیه حدود 1 میلیون مهاجران تاجیک کار و فعالیت دارند. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان نرم افزار مخصوصی مبیلی صاحبکار را راه‌اندازی نموده است. با یاری آن تاجران و سرمایه‌گذاران همه گونه معلومات حقوقی دریافت کرده می توانند و آن امکان می دهد که از امتیازها تا نقشه سنجشی مقامات خبر داشته باشند. گفته می شود نرم افزار با دستگیری برنامه رشد سازمان ملل متحد در دایره لایحه جوانان برای تجارت و اینوواسیون ها تهیه شده است. با اطلاع این کمیته نرم افزار همچنین به صفت پایگاه یگانه دستگیری دولتی تجارت و سرمایه‌گذاری خدمت کرده می تواند. فعال شدن یک نرم افزار مبیلی در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی سالها باز از ناگوار ماندن فضای صاحبکاری در تاجیکستان هشدار می‌دهند که باعث به دلسردی سرمایه‌گذاران و ترک کشور کردن صاحبکاران شده است. بخش یک روزی تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بخازاده همراه می‌بینیم. 8 دکبر سال 1965 در دوشنبه کمبینات شیر تأسیس شد که در یک بست 110 تن شیر را کارکرد میکرد. این کارخانه مهمی تاجیکستان شوروی بود که با استحصال ده‌ها نمود شیر، قیماق و جرغات و دیگر محصولات شیری معروف شد. امروز هم این کارخانه فعالیتش را به حیث شرکتی سهامی ادامه می‌دهد و روز بیش از 80 نمود محصولات شیری استحصال می‌کند. 8 دکبر سال 1991 در قلمرو جمهوری بلاروس رهبران روسیه، بلاروس و اوکراین سه کشوری که اول شده تأسیس SSSR را زمینه گذاشتند درباره برهم خوردن این کشوری عبارت از 15 جمهوری خبر دادند. سازشنامه با نام بلاویژیا که با نام جنگلزار بلاویژیا در بلاروس معروف شد، تأسیس اتحاد جمهوری‌های مستقل را در قلمرو اتحاد شوروی زمینه گذاشت. تاجیکستان که تا آن زمان 3 ماه بود یک جمهوری صاحب استقلال اعلان شد، یکی دیگر از اعضای SNG یا اتحاد کشورهای مستقل گردید. بانک ملی روز 8 دکبر سال 2017 اعلام کرد که به بازار جهانی یورو بوندهای تاجیکستان را میبرارد. تاجیکستان با نشر و فروش وامبرگ و یا به اصطلاح یورو بوندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانش کمی بیشتر از 7% می باشد. ولی برخی متخصصان درستی این تصمیم را در شرایط خیلی بلند بودن قرض خارجی تاجیکستان زیر سوال بردند. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه روغن خرج خواهد شد. قرب دلار امروز نسبتاً بالا رفته، 100 دلار 1129 سوم و 84 درم و قرب روبل روسی باشد نسبتاً پایین رفته است. همین طور 1000 روبل روسی 151 سوم و 50 درم مقرر شده است.
بینندگان عزیز، این بود پایان برنامه نویدی بامدادی. فردا همین وقت و ساعت ما را پیگیری کنید. خدا نگهبانتان.